پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که هرچی آمار ازدواج در جامعه بالاتر بره، آمار امنیت، آرامش، برکت، جرم و جرائم، آمار امنیت بالا میره، آرامش بالا میره، آمار محبت، برکت در جامعه، توسعه، رشد، بالندگی، ترقی بالا میره. ولی هرچی آمار ازدواج بیاد پایینتر، دختر بچه تو دوم ابتدایی بالغ شده، این فضای مجازی، بی‌پروایی پدر و مادر، عدم تربیت صحیح و درست، عدم پایبندی خانواده و مسئولیت پذیری به تعهدات اخلاقی و ایمانیش، وقتی هم بچه راه خطا رفت، نوجوان و جوان، این فضای مجازی بچه های ما رو افسرده کرده. پدر و مادر تا سرشون گذاشتن خواب میرن، اما دختر و پسر جوان و نوجوان ما تا سرشون گذاشتن رو بستر تازه بیدار میشن. فضای مجازی اجازه ورود به خانواده از ما نمیگیره. هرچند که حفاظ بزنید پشت در، وارد میشه، زیر لحاف بچه هامون رفته. پدر و مادر خوابه، این تا صبح داره زجر میکشه. چرا این همه هزینه های هنگفت رو داریم تحمیل میکنیم؟ بعضی پدرای عروس شب اول عروسی دخترش میخواد دامادش رو چپاول بکنه، 100 میلیون برای این، 200 میلیون برای شیربها، 500 میلیون برای این، یه ماشین، خانه با فلان چیز. چرا آخه؟ این داماد توست، تو رو ارتقا میبخشه در تکامل انسانی. انسان طفله، بعد میشه کودک، بعد میشه نوجوان، بعد میشه جوان، بعد میشه ازدواج میکنه مرد، بعد بچه دار میشه پدر و مادر، بعد از این که نوه‌دار شد میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ. این تکامل انسانی است. این عروس دختر توست، این داماد پسر توست، همون حکم داره. چرا شب اول عروسی میخواید چپاولش بکنید، غارتش بکنید؟ اگه میخواید پوز بدید بیا یه مدرسه درست کن. استان هرمزگان ما 900 فضای آموزشی تخریبی داره. جناب آقای مدیر کل اینجا نشسته. اگه میخوای پوز بدی بیا مدرسه درست بکن. اگه میخوای ژس بگیری بیا یک کتابخانه درست بکن تو روستای خودت. 50 تا دانشجو رو هزینه دانشگاهشون بده تا استان ما متحول بشه، تا کشور ما متحول بشه، تا دیگه به ما نگن محروم، استان محروم. تا کی باید ما این وصف رو بپذیریم؟ چه استعدادهای خوابیده تو این منطقه، تو استان خودمون، تو این خطه جنوب بلوچستان ایران. یونیسف یک گروهی رو فرستاد جاست برای تحقیق، برای تست دانش آموزای پابرهنه شهرستان جاست، شرق جاست. بعد از 2 هفته که تو این روستاهای محروم بودن، گفتن با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزای خطه جنوب بلوچستان ایرانن.